یک زمانی هستیم که هر لحظه هر قدم امتحان برای ما و شما. دخترکای سالهر نکده مردستیم، تفلکای این قهر مردستیم. نمیگه این روز ایده، نمیگه این روز چندشنبه، نمیگه تو چند ساله، نمیگه تو حال سینه مادر مکیدستی، نمیگه که تو حال این روز شب عروسی تا شهر تش عروس میگرارن، حال عروس به نرسیده عروس برگی میگیره که همون خیلی میبرن به همون درد نمیرن. چیزی که نصیب بوده هوای میبینی افسانه میپی از زندگی ما و شما. چیزی که نصیب بوده هست هوای میبینی وای بر حال این زبانی که میگه حالی با پیر شوم میکنم، این سخنی اون نیست، این سخنی شیطانه. شیطان هر قدم هر زمان هر لحظه بنده وسوسه میکنه. ای بنده و میکنی حالی وقت داری، حال آن که بنده وقت نداره. بنده دقیقه عمرش باید به شمار باشه. دقیقه عمر رفت گوی الله در این دقیقه عمرم 10 دقیقه عمرم رفت ساعت چند شد نگم ساعت 1 نماز پیشین شد تا ساعت 1 چی ذکر کردی؟ یگان بر خداوند یاد کردی، مرگ تیار کردی، چیکار کردی در دنیا؟ برای یگان توشه تیار کرده استی، نه وقت رفته ساعت 1 شد فلان جا دیر موندم. این نفس دنیاست. نفس دنیا هر لحظه ما به سوی خودش میکشه. هر دقیقه میخواه که ما آیو باشیم، در قیامت در گروه دوزخی باشیم نعوذ بالله. اما خوش به حال این زبان که استغفر الله گو باشد. خوش به حال این جسد که خوش در گروه نجات یافتگان پرتاید. امروز هر عملی که الحمدلله به سوی جنت شد، تو همه عملا کردنگی، ذکر تا زیاد کردنگی، زنگ دلی تو پاک میشود. میگه این جسدی که ذره گناه کنه، ذره میگه گناه کنه، مثال یک مرد نامحرم یک بار نگاه کرد، مبادا چشمش رسید چشم دریایش، پیش نگاه کرده گفت که یک بار ببینیم کمردی خوشبو بوده، نعوذ بالله زنا شد. در دل تو ذره نقطه سیاه پیدا شد و هر لحظه که تو ذره میگه گناه میکنی، این نقطه سیاه کلان شدن میگیره، جسد سیاه میگه همه خیلی احاطه میکنه. وقتی جسد احاطه سیاه شد تو ای که جا عمل میگه جنتیه کرده میتونه. و هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز می بیاییم سخن با الله خود میکنیم، انشاءالله میگه گناه های انسانی رفته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک وقتا فصل میگه تیرماه بود، میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیرون برآمدم و میگه برگای درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیب الله صلی الله علیه وسلم درخت گرفت شاخه یا میگه تکن و در این حالت گفت چرا سوال میکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ‌های تکان دادم درخت از شاخه برگ‌ها ریختن، همین است مثال نماز پنجگانه. هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعت خودش خواند، چگونه که این برگ‌ها از شاخش ریختن از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله. این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است. بهترین نعمتی که الله به ما و شما داد. الله میدانست که شیطان وسوسه اجازه داد، این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز انشاءالله که گناهاش میریزه. الله مهربانه الحمدلله. این نمازهایی که میگه هی خمسون و هی خمسون، این نمازهایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن 5 وقت میگه به اعتبار پاداش الله میگه در پاداش ما در 50 وقت نماز مینویسه. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی یک از درخت باشه، دیمش در زمین سیمش با در برداشتن جمع سر. این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره ای رکوع بالا نشیده در سجده میره، این نمازها خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نماز یا فکر در دیگر جای کسی میبیا به اشارت اون را بیا میگی، کسی به اشارت بشین میگی، چیزی که در فکری تو کم که اون نماز نزد الله یگان قدر و قیمت نداره. الله منتظر محتاج نماز ما و شما نیست. ما این نماز از حرف دوزخ میخونیم که الله ما را نگهبان شد و الحمدلله الله به این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر به رفتار ما نمیکنه، نظر به پاکی ما میکنه. الحمدلله. انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه الله مهربانه. انشاءالله وقتی که خشوع و خضوع قطعی خواندن این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیر ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره
یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده و در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره به درستی تلاوت نکنیم، به آرامی تلاوت نکنیم، این نمازها خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازها به مانند لطف‌کاره میشه، جیدن و میگه کلپت کرده برای انسانی زده میشه نعوذ بالله. یا اینکه جایی ده میشینیم یا اینکه جایی ده میشینیم به وضو ها، یا که جایی میرویم انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه، او باید لباس بینماز نداشته باشه و همیشه خیلی مادرای ما که پیرن اونا در اجازت که میشه و که اجارهشان بینماز میشه یا جای دیگرشان اونا خیلی با لباس نمازی میپوشن نمازشان میخونن، اما ما یوشون بولیم. ما برای چی لباس بینماز داریم؟ خواه در خانه باشه خواه در دیگر جا بسیار معرکه در میشنیم خواهران نمازتان خونه حسانن بهترین مدریال در تنشونه میگه بینمازه. شرم داره زن مسلمان، پاکی از اسلام هست، چگونه او پاک لباس فسانی که پوشیده میتونه او را پاک کرده نمیتونه، چگونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه او پاک نیست نماز نمیخونه. یه بار انسان خودش فکر کنه بهترین نعمت خواندن نمازه، شخصی که نماز نمیخونه او به نجاست برابر ده. این گفت ما نیست. یه بار خودتان فکر کنه ایزار در پیشاو درستید نجاست درستید یا تیتل در همونجا پیشاو کرده درستید نگی که چی چیز به نماز شید، همین گفتی خودی بنده نگی به نماز شید، انا تو فکر کنه همه به نماز برابر ده هم پیشاو هست. انسانی نماز نمیخونه و برابر به نجاست هست. در دنیا بدبخترین انسان به نماز است. فرق در میان در حدیث میگه فرق در میان مفهوم حدیث در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیست میگه به حبیبی الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکانس نمیگه، میگه خواندن نماز در وقتش. هر شخص هر بنده که 5 وقت نماز وقت و ساعتی او میخونه اگر او روس هم باشه الحمدلله او مسلمان است. فرق در زبان نیست، این زبان هر ملت سخن میکنه، اما هر بنده که ایمان داره خدا به یگانگی میشناسه، حبیبی الله به رسول خدا میشناسه، الحمدلله 5 وقت نماز وقت و ساعت خود میخونه او مسلمان است. اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه اما نماز نمیخونه، بین امروز میگه این معرکه ده میخزه دیگر رو خود نماز میخونه خونت میره با نماز قضایی، این گونه انسان مشرک است. میگه گناه مشرک ای کافر زیاده، کافر با کافر بودن خود تصدیق میکنه در روز قیامت. وای بر حال مشرکی میگه بین مسلمانان ده من مسلمانم بین به نمازه میرم میشنه میگه با میرم خونه ده میخونم. میگه هر بنده که یک نماز بدون عذر نداره 6 میگه لباسون به نماز او عذر نمیشه. در زن عذر در 3 وقت میشه، یکی در حالت اپیرت صدتگ نرکوز خوبه، دیگر در حالت مدهوشی دیونه، سومین در حالت عذر حیض. 3 حالت عذر میشه زنده تموم. تولد حالتی که فرزند اومده میشه، اگر حالتی که تولد کردی وقتی نمازی بامداد حالی کودک 10 دقیقه بعد حالی که میوای میشه تولد میشه همون نمازی بامداد دایته قضا میشه، همه در روز قیامت پرسان میشن. حالتی که سر طفل میتوه انا همون حالت عذر میشه برای زن تموم. حالی که طفل دورتر میشه و که همون نماز خوانی و بس طفل تولد میشه همون نماز پرسان میشن در روز قیامت. انا بجز همین 3-4 عمل دیگر حالت‌هایی که میگی من بیمارم و میگه که نماز در حضر در خضر در بیماری در جوانی در پیری یگان چیده معوف نمیشه، یگان حالت بهانه نمیشه که من عذر دارم. که امروز پاچه در میکنه 6 خون، حال آنکه خواندن نماز راستا فرض است، پاچه در میکنه 6 خون، بیماری خسته نمیتونه غلیده خون، وقتی که تماما در بستری به اشاره خون، در سفری با خداوند قصر نماز بستایتا قصر لیکن کوتاه کرده خونشه اما ای نماز دور نشه. با اللهی که به تو دنیای آرام داد، اللهی که به تو نفسی بیپول داد، هر دقیقه میلیاردها بار نفس میکشی ایتی کسی سون نمیگیره. این روز بیمار میشه 10 دقیقه نیم ساعت 30 ساعت میگذره $، میگیرن بعد دستم از چوف میشن نفس سنئی میشن $. قطعی الله قدر مهربان است، این قدر نفس ها میکشن هیچ کی ما پول نمیگه.
وقت ساعتی خود افتا میبره به ما فایده میاره، مقطع میبیاره فایده میبیاره، شمال فایده خودش داره، برف فایده خودش داره، باران فایده خودش داره، همه نعمتاش برای ما ارزانی به پول داره. خود یک الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده. با همین گونه یک الله مهربانه میگه ای بنده امروز 5 بار با من صحبت کن، من بخشنده مهربانم، کل گناهات میبخشم، میدانم که وسوسه داره تا شیطان. اما ما بندگان با میشینیم کور بر این کو همین 5 دقیقه وقت میره برای خواندن نماز. 5 دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه، اما به خاطر 5 دقیقه همین خودمون رو بهانه میکنیم، دیگر و دیگر باور کنیم معرکه میریم. وقتی نماز میشه خزه خالاها مادرها خواهرها خزه نماز کنه، یک خانه بزرگ 2 کس یا 3 کس نماز میخونه. به نزدیکی مهمان شدیم، همون جای گفتم که بودیونی کمپیرای پیرم باور میکنه، کمپیرای پیر همین خاله‌هامون برای کمپیرا شیشیم خزه نماز کنه، میگه لباس من به نمازش. در یک خانه مهمان شدیم کته زد، در هر یک همون اتاقش ادل نوای توالت های وانای خست حولی نمیبروی ای خلایی نه های جدا وانای خست ورد که ای بچه مول میرم میخونم. فکر کنه انسان سین سال رفته است، تو نزدیک شدهستی توشه الهو چیه؟ آسه این همی خاندان آمدی دست خالی نامدی ها؟ حتما دست دا باید یکی باشه، شرم میکنی دست خالی روی. اگر مبادا دست خالی آمدی گرچندی شرم کدم ادره حتما با زبانت بخشش میتوسی. خواهر جان میبخشی کین چی همه خیلی بهونه شدو نتونستون دست خالی آمدم. وای برحال در روز قیامت توشه نداری، چی میبرید از است؟ چی میبره انسان؟ این نعمت بهترین نعمت این نماز خواندن، بهترین. اگر ما درباره نماز سالها حالی فقط سالها گپ زنیم او آخر نداره. این نعمتی هست که الله به بندش بهترین داده. الحمدلله. الهی آمین. دعا میکنیم پروردگار متعال به وقت نماز که ما را رساندی، الله رب العزت صدقاً نماز خواندن و با تو هم صحبت شدن به همه این خواهران و مادران نصیب و روزی بگردان. پروردگار شنیده هایی که ما از جانب خودت این سخنایی که به زبان ما آمد شنیدیم، پروردگار عمل کردنش بر همه ما نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت صاحبان این خاندان به هر نیتی که این دسترخوان آماده ساختن خیرهاشون قبول بساز، مراداشون حاصل بکن. پروردگار فرزنداشون همیشه تلاوت کننده قرآن و در عقلشان فهمایش قرآن نصیب و روزی بگردان. در جسدشان پاهاشون در رفتن شریعت، دستهاشون در خیر و سخاوت، چشماشون در بینایی حرف قرآن، زبانشون در خواندن حرف قرآن، گوشهاشون در شنیدن صدای قرآن نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم همیشه در راه صراط المستقیم قدم زدنشون نصیب و روزی بگردان. دنیا و آخرت براشون آباد بساز. گذشتگانشون رحمت و مغفرت بکن و بازماندگانشون گفتیم همیشه در راه صراط المستقیم هدایت کن. جمعی گذشتگان این منزل این مکان، جمعی گذشتگان ششتگان این خاندان، جمعی گذشتگان این محله و جمعی گذشتگان همه ما پروردگار رحمت و مغفرت کن. بازماندگان ما یا الله رب العزت عاجزانه دعا میکنیم، خصوصا فرزندای ما را که ما زنیم مادریم عاجزیم، الله ما را در تربیت فرزند تنها مگذار. پروردگار فرزندهای ما را اول فرمانبردار خودت، بعدا فرمانبردار قرآن و فرمانبردار پدر و مادرشان بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم ما را پروردگار ایمان در قلبمون جا کن، زبانمون ذکر کننده بگردان و با ایمان در دنیا گشتن و با ایمان رحلت آخرت کردن، با ایمان سر از خاک برداشتن در روز قیامت زیر لوای لا اله الا الله. پروردگار ما بر ما هم جای عطا بگردان و ما را در روز قیامت همین گروه باز هم با هم و خوردن در جنت الفردوس نصیب و روزی بگردان و با ازواج متحرک ما را همسایه بگردان و هم صحبت بگردان و از دیدار بچون چرای خودت مشرف بساز و از شفاعت حبیبت به نصیب بگردان. الها دل ما تسلیم خود کن، همه فردی جهان مسلم خود کن. صراط المستقیم را راه ما کن، کتاب قرآن را حاکم ما کن. الها صاحب این خانه را امانش ده، برکت خیزر در مکانش ده. ما ندانیم در دل او چیست، هر چی میخواهد همانش ده. اگر میل او بود سوی بهشتی جاویدانش ده. مصطفی که شفاعت بخش ما حوض کوثر بر کل امتانش ده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب قبر القيامة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين.